مردم نمیدونن که پوست پیاز با ارزشتر از طلاست، چون موهای سفید رو حتی تیره تر از زغال میکنه، اونم بدون هیچ رنگ مضر شیمیایی. فقط کاری که باید بکنید اینه که پوست چند پیاز رو خوب تفت بدید تا رنگش کمی سیاه بشه. سپس 3 تا 4 بادوم بردارید و اونها رو هم تفت بدید. حالا همه اینها رو پودر کنید و پودر رو الک کنید. بعد 2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن نارگیل به اون اضافه کنید و خوب مخلوط کنید. حالا این خمیر رو به موهای سفیدتون بمالید و بعد از 30 دقیقه بشویید. فقط با 1 بار استفاده موهای شما تیره تر از زغال میشه و دیگه هرگز نیازی به رنگ موی گرون قیمت نخواهید داشت. این ویدیو رو حتما با کسانی که موهاشون زود سفید شده به اشتراک بگذارید و برای چنین ترفندهای مؤثری سلامتیفای رو دنبال کنید.